خب میمدیم گوگل ادز میزدیم. خب بعد از همینجا هم این بله. گزینه کیبورد پلنر رو میتونیم بزنیم پروسش رو دنبال کنیم. اگه اکانت مثل من داشته باشین که ساین این میزدیم واردش میشدیم. اگه اکانت نداشتیم بعد پروسه ثبت نامش تو خود ویدیو فکر کنم هست بهتون میگم. فقط اون پروسه ثبت نامش طی بشه که بعد به این صفحه اینجا برسیم. اینجا که میرسیدیم میمدیم دیسکاور نیو کیورد یا با کلمه میمدیم شروع میکردیم لوکیشنش رو میذاشتیم روی کل کشورها و زبانش هم میذاشتیم روی پرشین اها. و یا یو من آر ال هم میدادیم فیلتر بشه یا نشه و بعد میبدیم این کار رو انجام یا میبدیم با یک سایت شروع میکردیم میخواستیم مال یک صفحه بهمون بگه که کلمات کلیدیش چیا هست میبدیم یو آر ال یک سایت اینجا پیست میکردیم و اینجا میبدیم نتایج رو دریافت میکردیم. اوکی یادتون اومد؟ آره یادم اومد. فقط اون یو آر ال صفحه قبلیه برای چی بود؟ همون استارت نیو کیورد. این یو آر اینجا ال پایینش آره این برای چی این بود؟ این برای چیه؟ میاد فیلتر میکنه، یعنی میاد چیکار میکنه این کلمات کلیدی که ممکنه نامرتبط باشن رو میاد چیکار میکنه با توجه به این یو آر ال میاد فیلتر میکنه. خب یعنی این ابعاد واقعش 1536 در 1152 هستش، یعنی حتی کمتر از اون چیزی که حالا اونجا هستش. پس ما اندازه‌ای که میخواد جانمایی اونجا که میخواد توی قسمت سایتمون قرار بگیره باید ببینیم که چقدر هست، اندازش توی خود سایت میتونیم حتی متوجه بشیم. توی همون قسمت طراحی و ایناش قسمتی که بنر میایم میذاریم یا تصویر شاخص رو میایم میذاریم میبینیم که چقدر نیاز داریم، به همون اندازه میایم ابعادش و پیکسل ایناش رو میایم تنظیم میکنیم. مثلا توی اینجا فرض بکنیم که گفتیم مثلا فرض کنیم که ما اینجا بخوایم بیاد روی مثلا 400 بیاد باشه. من اینو اوکی میکنم، این عکس کوچیک‌تر شد و اگه همینجا من اینو سیو از اگه بگیرم و اینجا بزنم یک با فرمت جی پی جی هم بیام خروجی بگیرم حجمش میشه چقدر؟ حجمش شد 246 کیلوبایت به نسبت 2.86 مگابایت که بود شد 246 کیلوبایت. تو گوگل میاد دیده میشه، یعنی این پیشنمایشی از صفحه مال گوگل که اینجا هر چی بنویسید میگه که توی گوگل هم همونجوری نوشته باشه. عنوان سئو رو اینجا می‌نویسید، نامک میشه همون یو آر ال تون که گفتیم انگلیسی تمرین کنیم، توضیحات متا میشه همون متا دیسکریپشن که میاد اون پایین ظاهر میشد. اینا همه رو میان انجام میدید و یه قسمت تجزیه و تحلیل سئو داره که اگه ایرادی خطایی چیزی داشته باشیم با قرمز رنگ میاد میبینید، اگه کاری چیزی اوکی باشه میاد با سبز رنگ بهتون نمایش میده و یه سری ایرادا رو پس خودتون متوجه میشید همینجا که بخواید رفعش بکنید، بقیه‌اش رو بعد با هم اون جلسه بعد تمرینتون با هم دیگه چک میکنید. راستی اون قسمت ریل کانونیکال رو هم که بهتون گفتیم میریم کجا قرار میگه هر یو آر ال کانونیکال، این قسمت اینجا میاد، یعنی توی تب پیشرفته و قسمت نشانی قانونی یا همون کانونیکال.